انتظار برای آمدن احسان. خیلی گرمه حاجی، خیلی گرمه. هنوز تابستون شروع نشده اینقدر گرمه آخه. من نمیفهمم چرا همیشه احسان دیر میاد. مثلا 5 دقیقه قبل اینکه برسم بهش گفتم که آقا بیا. A few moments later. بابا بیا دیگه، بابا احسان بیا دیگه. بالاخره اومد نهاش. بابا بیا دیگه، بیا دیگه. 10 دقیقه شما چقدر میشه دقیقا؟ من بدونم 10 دقیقه. 10 دقیقه من هر چقدر میشه. من 10 دقیقه سالا این پایین وایسادم. خوب کردم. خوب کردی، منم خوب میکنم. الان کجا داری میری؟ الان داریم میریم بده. مردک بینمک فروشی اسمش چی بود؟ آفرین. هفته تیر بود. هفته تیریه. هفته تیر؟ نه آن تایم نیستی. من آن تایمم باشم باز تو با 10 دقیقه تاخیر میاد. نه خیر، چون من میدونم تو سر تایم هیچ وقت نمیای دیگه. میگم خب این که نمیاد. آره بابا. جورابمو برات پوشیدم منتظرت وایسم. همونم زیاده. همونم نباید پوشیدم. جوراب پوشیدی پس درسته؟ جوراب پوشیدم که گفتم شاید زود برسی ولی خب مردکه 45 دقیقه دیر رسید. بگیرم. ببین گل 10-20-40 کن. اینو میخوام. کدوم؟ موفق باشی. آقا یعنی چی؟ دیگه بالاخره موفق. اون یکیو بده. اون یکیو بده. دیگه کردم تو جیبم. اون یکیو بده. ببین هر انسان تو زندگیش یک بار حق انتخاب داره. تو انتخاب تو کردی. به جای حرفا اون کارتو بده. تو انتخاب تو کردی. نکردی؟ کردی دیگه. میدی یاد. نه برو اوکیه. برو چی کوف میکنی؟ آیس لاته. کوف بودن. آیس لاته. خالی یا با سیروپ؟ سیروپ گرونه. چی قطع شد؟ سیستم بانکی قطع شد. سیستم بانکی قطع شد؟ آفسایا باید ببریم با خودمون این بر اون بر. من برای چیز بردم. تو باز دوباره شروع کردی؟ ما نگاه چه باحاله. چی چه باحاله؟ تو این پاپوش ها چه خفنه. دیدی خدایی. ولی دلیل نمیشه بخری. چرا دیگه؟ بابا تو چرا هر دفعه میای تو قهوه فروشی باید یه چیزی بخری به جز قهوه؟ این همه برکت برای شما برکت دیگه هم هست. نه اسم میکنم دوربین به اینو بردار. عجب قهوه‌ای، عجب قهوه‌ای. بابا رفتم دم کولر گازی وایسادم. تا وایسادم کولر گازی خاموش کرد. چرا؟ چون که تو هر جا میری یه کولر خشکسالی میشه. یه کولر میخواستن ندادم به ما. بخور قهوه رو که ببینیم. تو که تو خونت همه به جای خون قهوه است. خب الان قهوه تو خوردی. بعدش ساعت چنده؟ ساعت نمیدونم. یه سینما نریم حاجی. خیلی وقته سینما. این فیلمی ما ندیدم. بس ببینم چی اومده. چی اومده؟ دایناسور اومده. کوکتل مولوتوف اومده. خنده داره. صدام؟ صد چه دامی؟
آجی این دایناسور رو خیلی تعریف میکنم ببینیم دایناسور تعریف کنن؟ بگیر بریم دیگه بگیر یه سینما بریم که نزدیک هم آقا گم کردیم بلیطا رو. بلیطو گم کردی؟ بنا رفتیم SMS میشه خب SMS که بعد اینجا یه بارکدی اسم همون نه SMS کدش میاد آره همونه دیگه همون کد رو بزنیم اونجا اوکی همینه یه کد عجیبه همونه دیگه همون کد عجیبه به جون رضا تازه یه ساعت هم داشت الان خیلی کارم میشه خیلی دارم اشغال کنیم اشغال میکنیم آقا آی خدا فیلم چطور بود؟ فیلم خوب بود خوشت اومد؟ آره اینقدر خنده‌دار نبود آره خنده‌دار نبود صدای قهقهت سالن رو برداشته بود اصلا 2 بار من خندیدم 2 بار خندید من کم شاهد هست اینجا بچه ها هستن میتونیم بریم بپرس چون میدونی که دوربین مدار بسته بد نبود فیلم نه خوب بود نسبت آره نسبت به اون فیلمایی که تو این چند وقت دیدم رفتم سینما به نظرم قهوه خند الان به نظرم وقت قهوه است بابا بس دیگه چقدر قهوه میخوری بابا یه دونه کلا خوردم تو روز خب مگه یه آدم سالم شما بگید یه آدم سالم توجه به سالم توجه به واژه سالم نکن یه آدم سالم یه دبل اسپرسو نهایت یه روز تو یه روز یه دونه الان قهوه میخوام من الان میخوایم بریم الان چیکار کنم کمه بریم قهوه بخوریم حرکت قهوه الان دوباره باید بریم خدا تا پول قهوه بدیم خب بریم من خودم درست کنم بخوریم بریم بلدم خوب من تخصصم قهوه چیزایی که ما خوردیم خود قهوه دیگه چیزای دیگه هم پس خوردیم حرکت کن دوست عزیز حرکت کن بریم دیگه تو امروز باید یه قهوه بخوردم و بدیم مثلا احتمالا آبگرد شدی قهوه تولید آقایلی بخوریم که زودتر حرکت کنیم اوه این فکر کنم چیزه حاجی نمیدونم چیه قیافش شبیه قهوه ترکه یه حالت پودر نرمی داره فکر کنم تو کاکائو داره میده آفرین آره تو کاکائو هم میده چرا گفت قهوه یه قهوه خوبی هم داره میده آفرین باز کن یا حضرت احسان الان آروم شدی الان قهوه خوردی خوبی مطمئنی لذت بخش قهوه همیشه لذت بخش بعضا تا هم بخور که سریعتر حرکت کنیم آقا بریم شاعر میدونی چی میگه؟ میگه بخند اگه بخندی غم کاری باهات نداره از صبح این آهنگ تو ذهن من نمیدونم چرا از محسن یگانه آقا ما بریم سمت تهران فعلا نه بزنیم مدهی که میخوام برات آهنگ بذارم چه آهنگ بابا بلم کن دیگه ناموسن چی؟ چرا؟ تو خودت هم میدونی آهنگایی که من میذارم قشنگه فقط دوست داری یه مخالفت الکی کنی بگی مثلا خفه شو 70% آهنگایی که چاره ای دارم وقتی که میای تو ماشین میشینی بلوتوث رو روشن میکنی زارتی اولین نفر بس میشی نمیپذیرم ضبطو دارم بندازم بیرون این موضوع رو که نمیپذیرم شخصا ولی آهنگام همش خوبه خیلی هم قشنگه
بابا اینو من فقط نمیگم که همه میگن 80% آهنگای افراد دور و برت میگن همه راضیه. اصلا میشینم تو ماشین میگن بفرما بلوتوث آهنگاتو بزن. من دیدم نه هر کی که اینو گفته. تو خودت یکیش. نه خودت. من چه گفتم؟ همین الان گفتی دیسی شدم بزن. سکوت علامت رضا. حالا الان میخوام یه سری آهنگ نام برات بذارم. آدمیزاد تو زندگیش خب چقدر تفتق میکنه. آدمیزاد تو زندگیش اشتباه میکنه. دیگه اومد دیگه بذار بیا. آدمیزاد تو زندگیش اشتباه میکنه خب و باید پذیرای اشتباهش باشه. این کنترل رو تو یکی از اون اشتباهاتی که من تو زندگی واقعا بیشون من پیاده و حالا بابا گاز کولر میره خودت دیگه چی؟ سرمایه کولر میره. من از این زندگی لفت میخوام. پس بذار کولر رو خاموش کنم. چرا؟ سرما چیز شد کولر فشار رفته در رو که باز میکنه آبیه خیلی آفتاب میذاریم تاریک میشه. حتی تو که راننده یا کوری نمیبینی بدبخت. نه اصلا این تاثیر دهانه همه تون سرویس. خلاصه که حرف نزن میخوام آهنگام بذارم. بیا داخل بیا بذار در رو وا کنم. نمیدونم ملت آینه ندارم. چیه؟ خوشیت اومده از آهنگا؟ گوش میرخصی؟ بلند پروازی میکنی پشت فرمون؟ تو گذاشتی مگه؟ بله. چرا فلش ماشینه؟ برم هایی ببرید از دور آهنگا. دوربین ایجاد راه رو برو. حالا تو مگه ساعت هوشمند مناسب گوشی نخریدی؟ چرا؟ خب از رو اون میتونی بزنی بره بعدی. وقتی یه چیزی رو میخری ولی شعور استفاده ازشو نداری. ببخشید دور برگردونه اینجا رو چرا بستن بردن بالا؟ به به عجب آهنگی بابا چرا دور برگردونه رو جا بجا میکنی؟ بابا این خیلی بالاست ناموسم. مونالیزا پس یه مونالیزایی هست اینجا. آره هست. نمیدونم نه نمیدونم دیگه گفتی من همینا رو گوش میکنم. اجازه بده. چی شد؟ چی شد آزگر؟ صدات قطع شد. صداتو نمیشنوم. اجازه میخوام دهنمو ببندم. آفرین خوبه که خودت این اجازه رو میگی. بابا ببین من دلم میخواد بذار برم. وایسا پرشیا وایسا این تیپ 2 راه نمیره. یه دقیقه میخوام رینگتو نشون بدم. وایسا دیگه وایسا تیپ 2 تو سرپاینی هم راه نمیره. نه ببین این دنیا دیگه ارزش نداره. باشه آقا وایسا دیگه. پایین مگه نظری میرن انقدر تو میری؟ لعنت به ببین اون پرشیایی که اونجا رینگشو نگاه که جر بده ببینی که پله چیز میخوری نظرم مناسب بی تربیت. من بی تربیتم. تو آهنگو گذاشتی. آهنگ دیگه تو جمع بسید. خاطی نمیفته. چرا میفته؟ گو خوردم. یه دلیل که چرا باید تو ماشین آهنگ هندی گوش بدم. ریتمش باحال.
یعنی چی ریتمش باحاله؟ من نمیفهمم. همینطور که میبینید ما در مسیر تهران یه مقدار گشنمون چون خیلی چیزی بدیه. بابام فشار من بخوریم سریع بریم به شام برسیم. چقدر قشنگ گفتی. چقدر دوست داشتم. من شامم به هم بریزی داره اذیت میشم. سریع‌تر بریم که تایم شامه که به هم بریزه اذیت میشه. نوشابه هم گرفت. چه زندگی سگی ما داریم؟ هم ژامبون هم فیلر هم 3 تا تیکه فیلر. آره دیگه خوبه دیگه. این چرخ کرده این چیز داره. این وسط چی می‌ریزه؟ می‌ریزن یه چیزای خوبی نیست. همونو بگیر. چه حسی داری؟ در پوست خودت مثل اینکه نمی‌گنجی. آقا بخورم. چرا هر سری باید بریم تهران این چیزی بخوریم که اون چیزی نیست که هست؟ خوب نبود دوست داشت. اون چیزی که هست اون چیزی نیست که هست. میفهم چی میگم؟ یعنی اونی که هست نیست. چرا اونی که نیست اونی که ولی بود هست. ولی نبود. خب نبود، واقعیت نبود، ولی اونی که بود نه حجمی اون بود. دیدی همونو به تحویل داد. همونو بهم تحویل داد. ولی خلاصه ما شام خوردیم دیگه. شام خوبی نبود. نه اینقدر فلفل میزنی روی غذا خلاصه که کیفیت نداره اصلا نه. ما هم اینجا نیاییم. دوستانی که تهران هستن اینجا نیاییم. ما پیشنهاد نمی‌کنیم. شاید هم یکی بیاد خوشش. چیزی از نبود. نظر از ما اون- اصلا خوب نبود. اون بنده خدایی که میاد اینجا نباید اصلا غذا حال و طعمش خورده باشه. حالا یه سری شاید دوست داشته باشم. من خودم به شخصی دیدم. مثلا ولی فیلش من اصلا راضی نبودم. فیلش هم بی‌مزه بود آره. هم کوچیک بود. کیفیتش صفر. آره کیفیت خیلی بد. قیافه‌ای خیلی خوب بود. دیدین دیگه. آره قیافه‌ای ولی مزه عالی بود. باشه واقعا بد. ساعت چنده؟ الان ساعت چنده؟ آخ ساعت ها دست 11. ببین الان موقع لشینگ تایم. لشینگ تایم. آره. چیکار کنیم یعنی میریم یه جای خوب مبسوط خب فیلم میبینیم لش فیلم میبینیم دوباره فیلم. امروز روز فیلمه. چی ببینیم؟ صدام. درود بر صدام یزید کافر. آیا صدام میخواد ببینی؟ هدیشمان همینجاست دیگه. بریم اونجا. بریم سالن دیگه. آره دیگه قشنگ لش. آره میاد بالا از زیر میاد بالا پا میاد بالا اینجوری. بریم دیگه آقا برو بریم پس. پاسداران 127 تا نقطه داره. 127 نقطه. تک تک نقطه هاش تو بشور ببره. منو یه دونه پیتزا اینقدر الیکتریسیته ساکن داره که تی بهت میخور یه دهنت سرویس. اینجا هم خوبه. بشین فقط بشین. بله ایشون تو تخت بیمارستان هستن. اینجا سینماه؟ یه چی بگم؟ بگو. من پایین از یه ساعت و نیمون کامل بخواب. چون خونه همچه قابلیتی نداره. فیلم چرا شروع نمیشه؟ الان باید بدی که سر و صدایی وسط فیلم ایجاد نشه.
اینم آخرین سینما امشبمون. در کنار برج آزادی فکر می‌کرد بالاخره یه جای دنیا تکیگاهی هست که خواستم کوچکترش کنم. نه اینو دیگه دست نزن. این همینقدر خوبه دیگه. بیشتر از این دست نزن. فقط تو رو خدا یه زنگ بزن به بابات. خب لش کردی 100 تام هم دیدی، درست میگم؟ 100 چه تامی؟ پارکینگ چند بودی؟ پارکینگ چند؟ 2 بود پارکینگ. آره ساعت 1:10 است و فیلممون ببخشید فیلم چرتی بود، باحال بود. نمیخندونه، ژانر رو میذارن ژانر کمدی ولی اصلا تیکه داره دیگه. یه فیلم ها تیکه دارن، ولش کن. یه لحظه بذار من اینو گیر بدم. گیر دادی، آفرین. نه ببین فیلم ها دیگه همش تیک. آره وای ببین لش، دلم میخواست الان بخوام خیلی نرم. چشم بدم پات میخوره الان به کله جلویی. آره یه بار خورد. ببین این کله یارو بود، اینم کف پای من بود. افراد 2 متری ساخته نشده. اینجوری بود نکن دقیقا همین فاصله. یه لحظه به خودم اومدم دیدم آره مرشد یارو هم کچل بود. خیلی زشت میشد اگه میخوام. حال بود کلا مدل سینما. آره سینماش خیلی ممکنه دوباره بیام. آره ببین به ایران مال به این نمیرسه. ایران مال چرت و پرت. ایران مال چون قدیمی تره زره صندلیاش. پاشید بیاین حریش مال وی آی پی. آره وی آی پیش خداییش خیلی خوب. بعد تازه میتونید غذا هم بگیرید بیاید تو بخورید، خیلی حال. برگردیم خونه. آره دیگه خوش گذشت. تا بریم 1:10 دقیقه خیلی تنده. تصادف شده. چه تصادف؟ 2 تا ماشین آتش نشانی اومده. یا خدا یا خدا یا خدا. حاجی تو رو قرآن مراقب باشید، آروم رانندگی کنید. چه خبره امشب 2 تا تصادف دیدیم. وحشیانه. ای بابا دوربینه چرا اینجوری میکنه؟ ریست کن، یه بار ریست کن. درست شد. بچه‌ها بالاخره فوکوس گوشی درست شد با چند تا تقه. چند تا تقه زدمش درست شد. آره دیگه بچه‌ها ولاگ تموم شد. حمایتمون کنید دیگه، سابمون کنید، لایکمون کنید، کامنت بذارید، به دوستاتون بگید، به رفیقاتون بگید و شبتون بخیر. خدا نگهدار. خداحافظی کن. خداحافظ.